سلام دوستان عزیز، سلام به مردم جهان. امیدوارم که خوب هستید، خوب باشید. خداوند حامتون را حفظ کند. من از کشور آذربایجان هستم. در این کشور به دنیا آمدم. اسمی من النوره. من با کشورم افتخار می کنم چون که کشور من واقعا زیباه و الان من اینجا هستم و خیلی خوب احساس می کنم. خیلی خوشحالم که کشور من زیباه. من میخوام بگم که مردم جهان هر سال به این کشور سفر میکنن و مردم هم میبینند که کشور ما واقعا زیباه. حتی الان مردم زیاد از کشورهای مختلف اینجا زندگی میکنند، دانشگاه میخوانند و آنها هم از این کشور یعنی خوشحال میآید. من خیلی خوشحالم که شما به این ویدیو تماشا کردید، شما کشورم را دیدید. اگر شما هم میخواهید به این کشور سفر کنید، شما باید بدانید که درهای این کشور برای شما همیشه باز هستند. خیلی ممنون که تماشا کردید. خداوند حامتون را حفظ کند. خدا حافظ.